آقای راهنما توضیح داد که اینجا یه فکر کنم زندان بوده، مثل قلعه بوده که مثل ونیز رو آب درست شده در واقع. 700 سال پیش، 700 سال قدمت داره در واقع. خیلی جالبه. الان جای اردک‌ها و ماهی و پرنده ها شده. الان مردم میان اینجا عکاسی میکنن و شاید جالب. اوکی. میگه که الان اینجا پل یه پل کوچیک از اتفاق پل دوم، مراقب باشین کلاتون نخوره. اینجا رو ببینید خیلی جالبه. این زندان بوده اینجا. عجب. الان من دیگه با اجازه من باید مراقب کلمم باشم. با عجب جای وحشتناکی، چه زندان بدی رو آب بوده. پورت کاستل دی سرمیونه. حالا ما کلا اون رو باید بدوزیم. آقا باران مراقب کلت باش. اینا هم دارن با ما بای بای بکنن. مراقب کلت باش. اوکی. آره ما برگشتیم دوباره. جای همه دوستانم خالی.